فینیشینگ سنگ چیه و به چه شکلایی انجام میشه؟ فینیشینگ یعنی فراوری و پرداخت سطح سنگ با هدف ایجاد نما و سطح جدید. حالا چند نمونه از فینیشینگ رو بیایم با هم بررسی کنیم. فلیم یا آتش خور کردن سنگ که به وسیله شعله مستقیم متمرکز انجام میشه و موجب متلاشی شدن سطح سنگ شده و به ایجاد سطح نامنظم و خاص منجر میشه. چرمی یا لدر فراوری هست که کمی از زبری سطح رو کاهش میده و ناهمواری‌های سطح سنگ رو به شکل جذابی واضح‌تر میکنه. نوع دیگه فراوری سنگ کتانی کردن هست که از شیارهای یکسان و موازی عمود بر هم تشکیل شده و بافت زبری به وجود میاره. اسکرچ هم به شیارهای با عمق کم گفته میشه که مثل خراش‌های منظم بر روی سنگ نمایان میشه. فراوری جذاب و پرکاربرد بعدی بوشهمر یا تیشه‌ای کردنه که به وسیله ابزار خراش‌های نامنظم بر روی سنگ نقش می‌بنده که اون سنگ رو برای سطوحی که نباید لغزنده باشه بسیار مناسب میکنه. انواع دیگه فینیشینگ سنگ رو هم داخل کپشن نام بردیم. اگه سوالی داشتید داخل کامنت ها در خدمتیم.